امروز شخصی مثل مولوی عبدالحمید واقعا داره بی‌نظیر عمل میکنه در رابطه با بیان عدالت و حق و حقوق مردم بلوچستان و تمام ایران. اینجا وظیفه کسانی که به نوعی قلمی در دست دارن، میتونن قدمی بردارن، میتونن حتی درمی رو هزینه بکنن برای از بین بردن چنین معضلاتی و آگاهی رساندن به مردم که چنین چیزی یک توطئه بزرگ برای از بین بردن کیان ملت بلوچه، برای از بین بردن هستی ملت بلوچه، برای اینکه ملت بلوچ حداقل نتونه صدای خودش رو برای احقاق حقی که از اونها تضییع شده. شما اشاره کردید که منابع بلوچستان داره غارت میشه، حالا به هر حال جنگ شد. شما در چابهار دیگه شاهد بودیم که دیگه چگونه سرمایه گذاری میکردن تحت عنوان حالا توسعه سواحل مکران و بعد این توسعه سواحل مکران بعداً مشخص شد که آقا یک توطئه بیش نیست برای فقط جمعیت زدایی اونجا و تغییر بافت جمعیتی و به نوعی کوچاندن مردم از اون منطقه و بیچاره کردن اون منطقه، نه برای مردم بلکه برای سایر مناطق کشور که اونجا بیان زندگی بکنن و نیروهای خارجی که بیان. حالا میدونید که دیگه سلب تابعیت هم میکنن به نوعی از کسانی که مخالفت میکنن و بیجاشون همین افغان ها و پاکستانی های هشت و شعبی. البته نه این که من این رو خدای نکرده تعبیر به این نشه که من توهین میکنم به افغانی های عزیز و پاکستانی عزیز، نه، اون گروه مزدور هشت و شعبی و فاطمیان من بیشتر منظورم هست. حالا وظیفه بزرگان، ریش سفیدان، معتمدین، علما در این رابطه از دید شما چی میتونه باشه؟ آیا اونها درست عمل کردن تا الان یا نه؟ همه ما میدونیم طی این مدت که جمهوری اسلامی سر کار بوده خیلی تلاش‌های زیادی شده که جلوی فعالیت‌های مدنی مردم هم حتی گرفته بشه. خیلی فشارها بر فعالان مدنی و اجتماعی آورده شده، بسیاری بازداشت شدن، بسیاری اتهامات مختلف بهشون زده شده، بسیاری احضار شدن، ترسوندن و تا بتونن این جلوی مطالبه گری رو در بین مردم، در بین جامعه بگیرن. ولی خب بخش بزرگی متاسفانه جمهوری اسلامی با توجه به فشارهایی که آورده ممکنه جمهوری اسلامی از این لحاظ موفق بوده، ولی مسئله‌ای که هست هیچ وقت بلوچ ها هم از سوی دیگه ساکت نموندن. ما دیدیم مثلا همین اختلافاتی که بحثش شد، اختلافاتی که ایجاد میشه، بخش بسیار بزرگی رو همین علما و معتمدین، ریش سفیدان و همین فعالان مدنی شهرهای مختلف بلوچستان در مناطق مختلف تلاش کردن با مذاکره، با گفتگو و گرفتن جلسه با هم دیگه اینها رو حل کنند. طبیعتاً جمهوری اسلامی توی این مسئله هم تلاش کرده که جلوی حتی همین مقدار کمی که به صلح می انجامه رو بگیره. ما دیدیم مثلا افرادی که واقعا شجاعت داشتند و در بیان صحبت‌ها و در بیان مشکلات و یکی از منتقدان حالا برخی سیاست‌های جمهوری اسلامی بودند رو چگونه جمهوری اسلامی تلاش کرده اونها رو براشون پرونده سازی بکنه، احضار کرده. خیلی از روحانیون رو طی سالهای اخیر مثل مولوی فضل الرحمن کوهی، مثل مولوی فتی محمد نقشبندی و حتی همین مجموعه مسجد مکی در زاهدان هم شاهد هستیم که چه فشارهایی رو بر این افراد دارن میارن که اونها رو وادار بکنن به سکوت. ولی خب اون چیزی که اونها تریبونی که از مردم گرفتند خودشون رو موظف میدونن که در قبال برخی سیاست‌ها، برخی موضوعات ساکت نباشند و این رو به خوبی در واقع مطرح کردن. موضوعات رو دیدیم مثلا در هفته گذشته مطلع شدیم که مولوی فضل الرحمن کوهی از کشور خارج شده. دلیلش چی بوده؟ دلیلش این بوده که
از مشکلات مردم میگفته، از سیاست هایی که جمهوری اسلامی در بلوچستان داره انتقاد کرده. سالهای قبل هم ما دیدیم در اعتراضات چند سال قبل که ایشون رو احضار کردن و بعدش بازداشت شد، چیزی که گفته بود این بود که خب بنزین گران میشه. توی اون اعتراضاتی که بعد گران شدن بنزین در واقع رخ داد توی کشور، به نفع مردم اومده بود صحبت کرده بود. چرا باید مردم به خاطر حقی که دارن اعتراض میکنن و شما اونها رو میکشید؟ این مسئله‌ایه که با همین حرف ساده اون رو بازداشت کردن، براش پرونده سازی کردن، اتهامات واهی بهش زدن و 6 سال در کل در زندان نگهش داشتن، در صورتی که با توجه به قوانینی که در دستگاه قضایی هست ایشون میتونست بعد 3 سال هم آزاد بشه، ولی اون رو نگه داشتن و الان هم بعد این همه مدت به خاطر اینکه اون مسئله فشار بر مولوی عبدالحمید رو مطرح کرده بود، باز هم ایشون رو احضار کردن و خب ایشون مجبور شد که از بلوچستان خارج بشه. اینها همه نشون میده که جمهوری اسلامی حتی کوچکترین انتقاد رو هم بر نمیتابه و تلاش میکنه که همین افرادی که خیلی مثمر ثمر بودن برای جامعه، جلوی خیلی از جنگ ها، خونریزی ها رو هم گرفتن، جلوی اینها هم گرفته بشه، اونها رو اجازه به فعالیت نده. و این موضوعی هست که من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی بتونه موفق بشه که صدای این مردم رو، این فعالان مدنی رو، کسانی که به هر حال از تریبون های مختلف سعی میکنن صدای مردم باشن، مطالبه بکنن، از حق صحبت بکنن، رو بگیره.